بزرگترین ستاره شناخته شده در جهان ما آنقدر عظیم است که خورشید ما در مقایسه با آن میکروسکوپی به نظر میرسد. صبر کنید آنها را با هم مقایسه کنیم. اما من به شما هشدار میدهم که ممکن است احساس پوچی کنید و این ناراحت کننده است. این خورشید ماست و قطر آن 1.4 میلیون کیلومتر است و میتواند 1,300,000 سیاره زمین را در خود جای دهد. اگرچه 1,300,000 عدد بسیار زیادی به نظر میرسد، اما تنها درصد بسیار ناچیزی از بزرگترین ستاره جهان است که میتواند خورشید را در خود جای دهد. این ستاره استیفسون 18 نام دارد و قطر آن 3 میلیارد کیلومتر است. نگاه کنید، همانطور که بزرگنمایی میکنیم خورشید خودمان کاملا ناپدید میشود و ابرقول سرخ رنگ آشکار میشود. این ستاره غول پیکر میتواند 9.9 میلیارد خورشید را در درون خود جای دهد. آیا احساس میکنید که شما بی نهایت کوچک هستید یا در عین حال زمین بی نهایت کوچک است؟ چون بدین معنی است که ستاره استیفسون 18 میتواند 13 کوادریلیون زمین را در خود جای دهد. این نشان میدهد سیاره زمین در پهنای گیتی ذره‌ای بیش نیست.